این صفحه مجازی دیگر به دست صاحبش به روز رسانی نمی شود. به قول این دنبال کنندهش دیگر کنار اسم آقای عکاس چراغ برخط بودن روشن نخواهد شد. غسان نجار عکاس المیادین تا چند ساعت پیش زنده بود تا اینکه حوالی 3 بامداد قتل عام در منطقه حسبیا رخ داد. قبل از آنکه جنگنده های رژیم صهیونیستی بمب‌هایشان را خالی کنند روی این ساختمان، اینجا اقامتگاه رسانه‌ای ها بود. غسان عکاس و تصویربردار المیادین بود و محمد رضا در پخش زنده همین شبکه آقای مهندس. وسام قاسم هم تصویربردار المنار بود. اسم ستایشان رفت به فهرست شهدای رسانه در نبرد با صهیونیست‌ها. غسان در صفحه مجازیش با کلیدواژه مقاومت محتوا زیاد گذاشته بود. مثلا یک بار که نوشت مقاومت قوی ترین سلاحی است که ارتش‌های بزرگ ندارند، یا وقتی تصویر امام خمینی را منتشر کرد و گفت مقاومت را از مکتب او یاد گرفته. اگر اسیر، شهید یا مجروح شویم ما حرف آخر را میزنیم. ما با مقاومت هستیم. علی شعیب همکار خبرنگارشان از المنار میگوید یک چیزی صهیونیست‌ها را از آنها ترسانده. سلاح ما دوربین و تصویر و پیامه و همین سلاح باعث رعب و ترس رژیم صهیونیستی میشه. مثلا با همین سلاح میروند اردوگاه نصیرات، دوربین را میگیرند رو به واقعه و میگذارند دنیا این تصاویر را ببیند. یا تصویر یک هولوکاست واقعی را منتشر می کنند. آدمسوزی به دست صهیونیست ها در بیمارستان شهدای الاقصی را. یا این عکس را ببینید، این را همین دیروز سلاح یک عکاس شلیک کرد. خیلی از کاربران میگویند مقاومت اگر صورت داشت همین شکلی بود. امیدوار و با صلابت، انگار که زخمی در کار نیست. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.